نشان بدهد. پس امروز یک طریقه را نشان میدهم که با یک کلیک میتونین دوباره رمز فیسبوکتان را بازیابی کنین. به خاطر از این کار برایتان یک لینک میتونم، بالای همون لینک فقط یک بار کلیک کنین، بعدا شما را در یک صفحه میبره. در اونجا اینجا هم دیده میتونین یک شماره موبایل جدید در اینجا انتخاب میکنین و از طرف شبکه فیسبوک برای شما کد میآید و از این طریق دوباره میتونین رمز فیسبوکتان را با آسانی بازیابی کنین. خب من اینجا اسکرین ریکاردینگ خود را آن کردم، اینجا هم دیده میتونین. به خاطر از این کار اینجا من مسنجر خود را باز میکنم و بعد اینجا برای یک نفر این لینک روان کرده بودم. اینجا هم ببینین دریافت نمودن پاسورد فیسبوک تان گفتم این لینک است mfacebook.com. فقط بالای همین لینک کلیک میکنین و بعدا ببینین یک صفحه میآید، اینجا نوشته است what's your phone number گفته. اینجا یک شماره موبایل جدید اگر در افغانستان باشین 0093 همراه کد کشورم میزنه و بعد 78 یک شماره موبایل جدید اینجا نوشته میکنین و بعدا از طرف و بعدا بالای کانتینیو کلیک میکنین. بعد از طرف شبکه فیسبوک برایتان یک کد میآید، کد را وارد میکنین و بعدا میتونین یک رمز جدید در فیسبوک خود اضافه کنین. و قسمی که برایتان گفتم کسانی که فیسبوکشان فعلا در موبایل خود باز مونده یا در کامپیوتر باز مونده و رمزش فراموش کرده و شماره موبایل یا ایمیل آدرس هم با دسترسشان نیست، در این صورت شما میتونین که از طریق همون فیسبوکتون که فعلا در موبایلتون باز مونده و رمزش فراموش کردین، شماره موبایل هم با دسترستون نیست، از طریق همون بیاین در صفحه افغان آنلاین تیپس این لینک در اونجا میمونم یا در چینل تلگرام هم میمونم، از اونجا میتونین که این لینک بگیرین. و یا اگر میخواین بدون شماره موبایل جدید رمز فیسبوکتون رو پیدا کنین، به خاطر از این کار بیاین طریقه دومش هم برایتون آموزش میدم. به خاطر از این کار اینجا بیاین در گوگل کروم اینجا هم دیده میتونین و بعد بیاین بالای سه نقطه کلیک کنین و در اینجا بالای سیتینگ کلیک کنین و در اینجا یک اپشن است به نام پاسورد منیجر. من برایتون زوم میکنم، بالای از گزینه کلیک میکنین و در اینجا تمام سوشال میدیا هایی که شما استفاده میکردین از طریق فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، تلگرام یا هر آن چیزی که تیک تاک، هر آن چیزی که باشه در اینجا اتومات گوگل رمزش پیش خود ذخیره میکنه. اینجا ببینید من دو دانه فیسبوک دارم، اینجا بالا یکش کلیک میکنم و بعد در اینجا همین چیرا رمز موبایل خود را میزنم این گونه و در اینجا ببینید در بالا یک فیسبوک است، در پایین یک فیسبوک است. اگر هر وقتی که میخواستین اینجا بالای همین گزینه آپشن چشم که هست بالای از گزینه کلیک میکنین، در اینجا رمز فیسبوکتون رو نشان میده. البته این برای کسایی است که از طریق همون ایمیل آدرس که فیسبوک ساختن و بعدا فیسبوک در ایمیل در موبایلشون لاگین مونده و از این طریق میتونین که شما رمز فیسبوکتون رو بدون کدام شماره موبایل جدید شما میتونین که بدون شماره موبایل رمز فیسبوکتون را پیدا کنین از طریق گوگل کروم. ببخشید اینجا حافظه کامره ما پر شده بود، از این خاطر آخر ویدیو را ضبط نکرده. ما در اینجا برایتان از طریق وایس دیگه آخرش جور کردم ویدیو را. امیدوارم که ویدیو خوشتون آمده باشد. اگر میخواین که همین گونه ویدیوهای تاپ